تمرین 80. تمرین 80 اگه دقت کنید نوت میانه رو ببینیم که بالاش 3 نوشته، میانه های چپ ما 3 انگشت حلقه. به غیر از ساز پیانو بقیه سازا رو از انگشت اشاره می‌کنیم. 1 2 3 انگشت حلقه رو میشه دیگه. به جایی که چپ رو با انگشت کامل بزنیم انگشت سوم استفاده کنیم. همین که تنوع صدایی ایجاد میکنه. و یکی دیگه از کاربرد مهمش اینه که ما وقتی با ساز ظریف از نظر صدایی مثل ستار اجرا میکنیم لازم نیست که خیلی پر بزنیم. به جای تون چپ میزنیم یکم ظریفتر میشه که صدای ساز مقابل هم به گوش برسه. توی تمرین 80 نوتمون هست تون چپک 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 چپ، تون چپک 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 چپ. دست چپ سوم
شد 5. بک چپ تون چپ بک، بک چپ، بک چپ تون چپ بک، سکوت. 1 2 3. ازت میخوام 1 2 3. 1 2 3. بک چپ تون چپ 4 تا دلوچنگ رو توی شماره 1، شماره 2 بک تنها، شماره 3 بک چپ با هم. میزان بعدی بک چپ تون چپ شماره 1 زده میشه، بک شماره 2، شماره 3 هم سکوت. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. سرعت رو کمی بریم بالاتر. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 3 هم سکوت.